چرا اینقدر میخندی؟ کلا همینجوری میخندی همیشه؟ بله. صبح تا شب میخندی؟ کلا میخندم. چقدر ازت جنس گرفتن؟ 2 تومن. 2 میلیارد؟ خب هیچ کام بکنی؟ نمیدونم. سوالای سختی میپرسی آقای قاضی. واسه برات مهمی؟ نه درست میشه. چند سالته؟ مراد چند میخوره؟ بوله این چیزی که من ببینم اصلا بقول 10 سالت میشه. 10 سال؟ دیگه اینجوریه دیگه آقای قاضی. کودک درونت زیاد فعاله ها؟ اصلا نمیخوام بزرگ شم آقای قاضی. بله. حالا چند سالته واقعا؟ دارم میرم تو 30. بعد همینجوری تو خونه میخندی تو خیابون میخندی؟ کلا همینجوری میخندی؟ شاید باورت نشه آقای قاضی تو عزا هم میخندم. یه فامیلی داشتیم تو عزا میخندید دندوناش مصنوعی بود. بیچاره دیگه میخواست زجه بده دندونا پرت شد. آقای قاضی چرا مقاومت میکنید تو خندیده؟ نه من مقاومت نمیکنم. یه خوب خنده‌داری هم نیست. اینجوریه دیگه. چیکارش کنیم دست خودمون. نه ولی خب حسودی میشه به دقیقه راحت میخندی. آره خوبه. خوبه خیلی خوبه. قیافه محزونی که گفتم به خودت بگیر الان اینه قیافه. کلا هپی فیسم دیگه. از تو داغونم ولی ظاهرم نشون نمیده اینو. میخوای گریه کنم؟ خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است. کارم از گریه گذشته با آن میخندم.